سلام به ویدیو یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یاد بدم موهامو چطوری میبندم. راستش دارم یه کار خیلی سخت انجام میدم، هم دارم ریلز میگیرم هم ویدیو یوتیوب. بعد نمیدونم اول باید کجا رو شروع کنم، بعد اون یکی رو شروع کنم، اصلا متوجه نمیشم دقیقا، اصلا نمیدونم دارم چی میگم. از اول سلام به ویدیو یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یاد بدم که موهامو چطوری میبندم. اول به یه ژل مو احتیاج داریم. اصلا مهم نیست ژل موتون مارکش چیه، فقط سفیدک نزنه. اینم که آتوساس، خیلی ارزونه و همه جا هم هست، ولی این رنگش رو بگیرین اگه آتوسا گرفتین. مهمترینش که خیلی اهمیت داره برس پوش که اکثر لوازم آرایشی ها دارن و قیمت اینم مناسبه خیلی، ولی این کارتون رو جمع میکنه. و به یه دونه کش مو احتیاج داریم که محکم بشه ترجیحاً. الان من دوربین رو برگردونم اون ویدیومو چطوری بگیرم. پشیمون شدم که این کارو کنم. اونم دلیلش اینه که احساس میکنم اینطوری دوتا ویدیوی خیلی بی‌کیفیت تحویل میدم و اصلا دلم نمیخواد این اتفاق بیفته. پس داشته میگفت این مدل مو روی موهای کوتاه خیلی خوشگل میشه. تا اینجا مو داشته باشین محشر میشه. موهای منم که دیگه بلند شده. از فرق اینقدر تقریبا میم عقب‌تر یه دوتا اینطوری مو برمیداریم. نشد اینطوری. این شکلی میشه. یه کوچولو این زیاده، این ور اون ورش رو کم میکنیم. اینجوری میشه. بعد از اینکه این دوتا یه اندازه شد اینا رو میذاریم این وسط. حالا از بالای گوش این شکلی یه دسته مو جدا میکنیم. اینجوری میشه. این شکلی یه دسته مو جدا میکنیم. اگه شما هم مثل من همیشه بیبی هیر دارین، وقتی که موهاتون رو بالا میبندین موهاتون این شکلی میشه. ببینین اصلا خوشگل نمیشه. نگاه کن جوونه. چرا میگم برس پوش؟ چون برس پوش اینو صاف میکنه. این هم میذاریم اینجا که قاطی نشه. خب یه کوچولو اینجا، یه کوچولو هم اینجا. و کش موهاتون رو اینطوری سفت میبندیم. خیلی خوشگل شد. میتونی سوسکیاتو همینطوری بذاری یا اینکه من پیشنهاد میدم ببافیشون. صبر کن. من تا اینا رو میبافم واسه‌تون یه چیزی تعریف کنم. من تا چند ماه پیش عادت داشتم که
موهامو همیشه یه مدل مثلا میذاشتم، یا صاف بود یا حالت دار بود، حالت خود موهام، یعنی طوری ژولیده طور اینطوری میذاشتم، یا مثلا همین خیلی کم پیش میومد ببندم موهام. اما الان میشه گفت یه چند ماهی هستش که تازه متوجه شدم که چه قشنگی که موهاتو هر بار یه مدل میزنی، همون قدری که واسه استایلت ارزش قائلی خیلی خوشگل میشه که موهاتم نسبت به استایلت استایل کنی. چقدر استایل تو استایل شد و این خیلی خوشگل میشه و به نظرم این یکی از قشنگترین کارا واسه ما دخترها میتونه باشه که نسبت به هر لباسمون یه مدل موی خوشگل داشته باشیم. خب من این دوتا رو بافتم اینطوری، از زیر این دوم اسبین یه کوچولو مو جدا میکنم، اینقدر کافی، میپیچم دورک، اینطوری کشتونم دیگه مشخص نیست و خیلی شیکتر میشه موهاتون. متاسفانه جعبه گیر موهام پشت گوشیمه، همونطوری اون گوشه میذاریمش. حالا من میام از گوشه دوم اسبین یه دسته موی اینقدر جدا میکنم. خب اینو هم شروع میکنم به بافتن. این برای موهام برمیدارم از پایینه، روی دوم اسبین نیستش، از اینجا برمیدارم، اینو هم میبافم. این مدل مو رو دفعه بعدی دوباره واسه تو ویدیو میگیرم، با موهای فر انجامش میدم. با موی فر خیلی خوشگل میشه، خیلی. خب اینم از این. مهره ندارم الان، اگه شما مهره دارین توی موهاتون مهرم بزنین. خودم که عاشق شدم. مرسی که تا اینجای ویدیو با هم بودین. واسه ویدیو بعدی نظرتون رو بسم کامنت کنین. دوستتون دارم. بای بای.